گفتن جمهوری اسلامی چی ساخته؟ اینا بچهای جمهوری اسلامی ان دیگه. اینا جمهوری اسلامی ساخته. خدا گواه میگیرم من چراغ روشن کردم زیر پام بگیرم که نخورم زمین. بعد نشستم خدا گواه میگیرم نیم ساعت تو تاریکی نشستم گریه کردم که ما که برق میدادیم همه دنیا رو برق میدادیم. چه بلایی سرمون آوردیم لعنتی. این مشکلی اینا ما نیست. من مهندس هادوی حرف قشنگی زد، گفتش که اینجا عین بچه من میمونه. آره واقعا ما بیشتر بچه‌مون ما بیشتر بچه‌مون اینا رو میبینیم، چون ما بیشتر عمرمون ایشون میدونه بیشتر عمرم اینجاست. ما شاید مثلا 20 روز اینجا 5 روز 6 روز بریم خونه. معلومه بیشتر از یعنی اونسی که شماها با اینجا دارین بعد از دیدن این صحنه واقعا دردناکه. واقعا شما نمی‌بینید اینا خیلی سخته. الان تو اصلا اینا رو نصب کردی، اما حالا همین عجز کردن اینا، راه اندازی اینا، در سرویس قرار دادن اینا و کنترل اینا خودش یه داستانی داره. چقدر سخته. ما همین یه واحد الان داریم میاریم سرویس، الان نزدیک 20 روز خدا شده من اینجا ایستادم، 20 روز ایستادیم که فقط یه واحد بتونیم بیاریم. خیلی سخت.